السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کانال افغان کوکین آشپزی افغانی خودتان خوش آمدین. امروز نظر به فرمایش خواهر نازنین ما برای شما عزیزان یک کیک به نام مافین است در نظر دارم. انشالله که خوشتان بیاد تا آخر فیلم ما را همراهی کنین و با دوستای نازنینتان شریک بسازین. همه ما و شما عزیزا یک جای اللهم بارک علیه میگیم و همچنان هر وقتی که سابسکرایب میکنین امی زنگه که در پولش فشار بتین تا که در جریان ویدیوهای نو باشین. این اینستاگرام خواهرتان است و هم لایک سابسکرایب و شریک ساختن انشالله فراموش نکنین. ویدیوهای گذشته را بر شما عزیزان هر کدامش یک صفحه جور کردیم گذاشتیم. انشالله وقت داشتین از هر کدام ویدیو جدا جدا دیدن کنین و کامنت های نازنینتان بنویسین، لایک های نازنینتان همچنان بگذارین که خواهرتان خوش شود. لیست کیک مافین بر شما عزیزان گذاشتیم، انشالله که بر خود درست کنین. 2 قاشق پودر کیک کار داریم یا یک قاشق ایل چایخوری به خاطر خوشبویش و یا وانیل. همچنان مسکه 155 گرم، 3 دانه تخم، 1 گلاس پر آرد کار داریم. خوب پر کنین، کمک فشار بتین دیگه. نیم گلاس ماست و 1 گلاس 1 سانتی کمتر شکر به کار داریم. این همی مواد لازمش است. بر شما نازنینا لیست گذاشتیم، ببینید انشالله. مسکه ما به درجه اتاق باشه، نرم باشه. مسکه و شکر وانیل همچنان امرای ایل و یا وانیل و یا ایل هر کدام شک دارین بر خوشبویی استفاده کنین. پودر کیک هم را یک جای امرای مسکه به هم میزنیم. البته ما از موی خشکان کار گرفتم، درجه گرمش استفاده کردم به خاطر که مسکه ما یکم دگام نرم تر شود. البته مدت نیم یعنی 30 ثانیه استفاده کردم. بعد از اینکه مسکه خوب نرم شد امرای شکر حل شد، البته 3-4 دقیقه به هم میزنیم. بعد از او 3 دانه تخمه یک دانه اضافه میکنیم. البته هر دانش که اضافه میکنیم 30 ثانیه به هم میزنیم. 3 دانه تخمه که اضافه میکنیم یا البته 1.5 دقیقه به هم باید بگیره، چون هر کدامش 30 ثانیه در بر میگیره. بعد از اینکه 3 دانه تخم به هم زده شد، بعد از او ماست اضافه میکنیم. بعد از ماست امی آرد خود اضافه میکنیم. میتونین که یک جای اضافه کنین، میتونین کم کم اضافه کنین. فقط اما قدر به هم بزنین که امی آرد یک دست شود امرای، یعنی امی خمیر ما یک دست شود. آرد خوب حل شود در خمیر دیگه. قسمی که ببینین خمیر ما خوب یک دست شده، نرم و لطیف و یک دست، یعنی بسیار زیاد به هم نزنین به خاطر که پف کیک از بین میره. قالبک های پلاستیکی داشتم، اینا را همیشون چرب کردیم امرای روغن عادی. بعد از یک کنیم قاشق غذاخوری در هر قالبک خود اضافه میکنیم. در قالبای کلان 2 قاشق اضافه میکنیم، در قالبای خرد 1.5 قاشق اضافه میکنیم. به می شکل همه قالبک های خود پر از خمیر میکنیم، یعنی بسیار زیاد اضافه نمی کنیم که متوجه باشین، به خاطر که کمک میپنده بالا میه با سر میره. همین موادی که برای زمستان مواد مغزیات جور کرده بودم، ویدیویی که برای کاملا از مغزیات بود براتون لینک شده پایین میگذارم، شما ببینین. از هم 1 قاشق داخل کل امی کیکک های خود اضافه کردیم، در تمامشان اضافه کردیم و قسمتک های سرش بسته میکنیم. سرک های امی مغزیاتی که داشتیم سرش کاملا بسته میکنیم و بعد از این در داشتی که قبلا یعنی بسیار زیاد خوب سعی داغ باشه، درجه 180 مدت 20 دقیقه تا 30 دقیقه میپزی میشه. البته براتون نشته کردیم درجه حرارت داشا مختلف است، به او خاطر خودتان متوجه باشین که در کدام حالت متوسط یعنی پخته میشه کیک ها، که نه بسیار تیز باشه و نه بسیار خیره. کیکک های ما پخته شد، سرد شد. بعد از اینکه سرد شد 3 لیتر شیر داشتیم. البته
که شیرای اینجا بسیار زیاد شیرای خوب و عالی است، رویش بسیار قیماق درشت خوب میگیره، زیاد میگیره. از 3 لیتر تقریبا 100 گرم قیماق، 1.5 گرم قیماق به دست میاد. البته شیرایی است که در پشت خانه متراست که مخصوص شیراز میارن میفروشن. ما قیماق داشتم، امروز یک قاشق بوره، 2 قاشق بوره اضافه کردم، با مکسر مدت 30 ثانیه به هم زدم، کریم شد. و فعلا بر شما پلاستیک یک بار مصرف همین پلاستیک های خریدهای کریم نشان دادم. قسمت که آخرش قیچی کردیم، قالبک کریم گذاشتیم دایش. بعد از اینمی کریم خود در داخل از میریزیم. البته قسمی که میبینید 100 دانه از همی خریدگک های کریم در داخل یک پاکت از هست دیگه، به حساب در یک بستش 100 دانه است دیگه. فعلا میبینین در گیلاس که بسیار بلند است قدش دمی گذاشتیم و بعد از این کریمک خود در داخل از میریزیم دیگه. امی کیک کار در بشقاب چیندیم. قسمی که میبینین بسیار عالی پخته شده و بسیار به آسانی هم از قالب جدا میشه، بسیار راحت است. اگر شما در قالبایی که پلاستیکی است، ناساز است، پخته کنین بسیار زیاد سهولت داره نسبت به قالبایی که آهنی است. حالا از نزدیک بر شما ازان نشان دادم که چه قسم است. یک دانیش نگاه کردم که قسمت پایینش بر شما نشان بدم که همی مغزیاتی که در داخلش اضافه کرده بودم همیش در قسمت پایین کیک رفته همیشان. و فعلا همی کریمک خود در روش اضافه میکنیم. البته کریم در یخچال مونده بودم، یک کمک سخت زده میشه به خاطر که سخت است. اگر در حرارت اتاق میموده امکان داشت کمک نرم تر میشد. به هر صورت یعنی او قدر میشه که آدم در روی زمین کیکاکا کریم خود بزنه دیگه. امی قیماق امرای شکر که ایره کریم ساختیم بسیار زیاد خوشمزه است. شما میفهمین که قیماق در مجموع بسیار خوشمزه است. کریمکا را در روی کیکاکا همیشه تقریبا یک تزیینک دادیم و یکی دوتاش کریم نزدیم دیگه، همیشه کریم زدیم. مثل یک دسرت شد دیگه، کیک دسرتی یا مافیانی دسرتی میتونیم میره بگوییم. و در روی از کریمکا ما شکلات خرد داریم که در رویشان به خاطر تزیین و زیباییش پسان او را میچینیم، انشالله که شما میبینین دیگه. حالا از نزدیک بر شما ازان نشان میدم که خاطرتان به کلی جمع شوه، به دل جمع پخته کنین، انشالله که از شما عین شکل به دست میاد. امکان داره از مکده بیتر. حالا براتون نشان میدم چقدر با آسانی از قالب میبره، بسیار براحتی. جالب است که اینمی مربای ببخشید مغزیات را که مدهش اضافه کرده بودم، اینا همیش در قسمت پایین کیک رفته، الان که من در قسمت بالای کیکی را گذاشته بودم چون بسیار وزن داشت، البته پایین رفته. یکی و دوم دیگه میخوایم بر شما ازان بگویم که شما از انواع و اقسام مرباها میتونین استفاده کنین. اگر مرباهای شما عزیزان غلیظ نیست، میتونین یک قاشق از نشایسته استفاده کنین. نشایسته را امرای مربا برای 1 دقیقه جوش بتین، بعد از او که سرد شد باز داخل مربا یک قاشق اضافه کنین و کیکاکایتان پخته کنین انشالله. این شکلاتکای تکمایی است دیگه، به حساب خورترک است. همیشه همراه از این شکلاتکا تزیین میکنیم. امیدوار هستم این ویدیو خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمده لایک و سابسکرایب و همچنان شریک ساختن با دوستای نازنینتان فراموش نکنین. امکان داره بر شما قدر وقت نگیره، اما بر ما بسیار خوشایند است وقتی که میبینم عزیزان ما بسیار اکتیو سهم دارن و خواهر خود حمایت میکنن. این نمایندگی از حمایت شما عزیزان میکنه که خواهرتان
به حساب حمایت میکنین. یک تشکری خاص از همه شما نازنینا میکنم که همیشه هم سفرم بودین، همراهیم بودین و هیچ وقت خواهرتان تنها نگذاشتین و عزیزان ما که با ما نو میپیوندن بسیار زیاد خوش آمدید میگم و امیدوار هستم همکار دائمی ما باشن و همچنان از لایک های خود و کامنت های خود ما را مستفید بسازن انشاءالله تعالی. آل قسمت داخل همین مافینه یا کیکای خورد دیگه به حساب باز کردیم، بر شما عزیزان داخلش نشان دادیم که داخلشم بسیار عالی آمده، کاملا مثل ابریشم، یعنی کیک رفایل وار آمده، بسیار خوشمزه. البته ایره خواهر نازنین ما فرمایش داده بود ازشان یعنی معذرت میخوایم بخاطر که کمک مدت گذشت، چون که بسیار زیاد مصروف شدم، مصروف دیگه ویدیو بودم، کار زندگی شما میفهمین مصروفیت ها زیاد است. اینمیال موفق شدم که برشانی فیلم ثبت کنم، ادیت کنم و خدمتشان بگذارم و از جان ما که دوست داره همچنان خدمتشان تقدیم میدارم. امید مورد ذوقتان قرار بگیرد. تا ویدیو بعدی شما رو بالای مهربان میسپارم.